سلام. کشتار عمرعلی نظرов کودک 5 ماهه تاجیک در شهر سنت پتربورگ جامعه تاجیکستان را تکان داد. سر و صداها زیادند و نگرانی ها هم زیادند که گناه را به پدر و مادر کودک واگذار نکنند. ولی درباره این کشتار تا حال حقوق شناسان تاجیک اظهار نظر نکردند. ما خانم فیض‌نیسا واحده و حقوق شناس و وکیل مدافع را به استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه دعوت کردیم. خانم واحده و خوش آمدید. معمولا بعد از هر کشتار یا اگر آن را حتی در گذشت هم در چنین شرایط بگوییم باید مقامات دادستانی روسیه به زودی پرونده باز میکردند، ولی پرونده بعد از فرستادن یادداشت یا نوت اعتراضی سفارت تاجیکستان و پافشاری های زیادی جامعه تاجیک هم در داخل تاجیکستان و هم در روسیه بعد از 7 روز از روی ماده 109 باز شد، یعنی از بی احتیاطی به مرگ رساندن. فکر شما درباره باز شدن پرونده و درباره این ماده چی هست؟ امروز از قرار جانب روسیه میبینیم که حالا نسبت کسی مشخصا برای کردار و عمل جنایتکارانش پرونده جنایتی آغاز نگردیده است. تنها فقط وابسته به حالتی به مرگ رساندن همین کودک و ما میتوانیم پگاه عیناً همین پرونده جنایتی که آغاز شد اون میتواند به گوییم علیه خودی والدین همین کودک روانه شود. یعنی آنها میتوانند در روزهای نزدیک متهم کنند که خودی پدر و مادر عهده‌داری به ذمه گرفته والدین را نسبت به کودک خردسال اجرا نکرده است. بنابر همین ما باید تا آخر پافشاری کنیم که نسبتی یک شخصی معینی که گوییم به همین حادثه آورده رسانده است، چون یک عاقبت ناخوش به فرا رسیده است، باید پرونده جنایتی آغاز نمایند. ببینید خانم فیض‌نیسا، دادگاه روسیه به مادر کودک 15 روز وقت داده است که قلمرو روسیه را ترک کند و به تاجیکستان برگردد. آیا مادر در جریان رسیدگی به پرونده برای پرسش و دادن توضیحات به نهادهای تفتیشاتی در خود سنت پتربورگ در کار نمی شود؟ در این خصوص تنها خدمات مهاجرتی جانب تاجیکستان، سفارتخانه تاجیکستان در فدراسیون روسیه و وزارت کارهای خارجی می تواند فشنگ‌های خود را استفاده برده از جانب روسیه طلب نماید که تا به آخر رسیدن این قضیه گویم مادر در حدود فدراسیون روسیه بماند. در دیگر حالت بعد گذشتن همین مهلت معینی که قانونگذار پیش بینی نموده است پیش میکنند میرانند از حدود فدراسیون روسیه این مادر را. چی باید کرد که واقعیت کشتار روی آب برآید؟ اصلا پیش از همه باید به نظر گرفت که نو وابسته از آن که کودک بیمار بود، امروز یک چند فرضیه ها از جانب مقامات های روسیه صدا داد، از جانب فدراسیون روسیه شخصان مسئول یعنی پلیس سنت پتربورگ و کارمندان خدمات مهاجرت ماده 9 کنونسی حقوق کودک دغلانه ویران کرده شده است. نوابسته از آن که کودک بیمار بود، گوییم که در حالت آنتی سانیتری قرار داشت، لیکن از مادر جدا کردن کودک این الکی خود گوییم یک عمل جنایتکارانه است از جانب شخص منصبدار. این عموما یک رفتار ناعادلانه است. بنابر همین امروز اصلا چرا جانب روسیه بازپس خود گویم تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان رو متهم میکنن؟ برای آنکه چخیل که من در آغاز سخن گفتم در یک سال هزارها نفر شهروندان ما با هر راه و وسیله ها کشته میشوند، لیکن باره هم مقامات های جانب تاجیکستان بهر حفظ شهروندان خود صدا بلند نمی کند، از جانب روسیه طلب نمی کند. بنابر همین علاقه روسیه میدانند که شهروند تاجیکستان زیر گویم تحت حمایه دولت و دیگر مقامات های مربوطه قرار ندارد.
بله، ببینید در ادامه همین سخنان شما با رفتار پدر و مادر این کودک که در روسیه حضور غیر قانونی داشتند چی میگویید؟ شاید در روسیه این گونه آدمان کم نباشند. ما امروز وقتی که از قانونهای سنگین، از گوییم شرایط و بود و باشی سنگین جانب روسیه شکایت میکنیم، در چنین حالت باید ما شهروندان تاجیکستان تمام چاره ها را اندیشیم که قانون ویران کنی راه ندهیم. گوییم به همین کارمندان پلیسی فدراسیون روسیه و دیگر مقامات های مهاجرت و دیگر ما نباید با آنها امکان دهیم که آنها کمبودی ما را جستجو کنند. بنابر همین از جانب مادر نیز البته کمبودی جای داشت، باید در وقتش بود و باشش را به قید می گرفت. لیکن فکر میکنم که چنین شهروندان در فدراسیون روسیه خیلی زیاد هستند و نه همه آنها سری وقت آشکار کرده می شوند. تشکر. یادآور می شویم که با ما از دوشنبه خانم فیضی‌نسا واحدова حقوق شناسی تاجیک درباره جنبه های حقوقی رسیدگی به پرونده کشتار کودک 5 ماهه تاجیک صحبت می کردند. خدا نگهدار.